با سلام و وقت بخیر. در این ویدیو آموزشی قصد داریم بخش الگوی کد از منوی تعاریف دبیرخانه رو به صورت کامل توضیح بدیم. لطفاً با ما همراه باشید. الگوی کد مجموعی از کدها و شماره هاست که برای شناسایی و طبقه‌بندی اسناد استفاده میشن. در این قسمت میتونید تمام کدهای ثبت شده رو مشاهده کنید. برای ایجاد الگوی کد روی کلید جدید کلیک کنید. باید اطلاعات داخل این فرم رو تکمیل کنید. ابتدا مشخص کنید که کاربرد الگوی در حال ثبت برای نامه و یا سند خواهد بود. سپس یک عنوان برای الگو وارد کنید. در این قسمت اگر توضیحاتی نیاز هست وارد کنید. در قسمت الگوی کد از بین کدهای تعریف شده سیستم کد مد نظر را انتخاب کنید. دقت کنید که نباید ساختار الگوی کد دچار تغییر بشه. به این نکته توجه کنید. در ویرایش الگوی کد مراقب باشید به ساختار عبارت‌های اضافه شده از باکس آسیب وارد نشود و در نهایت این عبارت‌ها داخل آکولات قرار داشته باشد. در غیر این صورت کد نهایی دچار اشتباه خواهد شد. اگر ساختار الگوی کد شما دچار تغییر بشه، کد شما در سیستم اعمال نمیشه. به عنوان مثال اگر در این الگوی کد این آکولات رو حذف کنیم، باعث میشه بخش شماره دفتر اندیکاتور در کدی که دبیرخانه صادر میکنه آورده نشه. بنابراین باید الگوی کد بدون تغییر وارد بشه. قسمت بعدی طول شمارنده هست. به این نکته توجه کنید. در صورتی که در ساختار کد از شمارنده استفاده شده باشه، طول شمارنده در کد بر اساس اعداد فوق تعیین میشه. در این قسمت شما مشخص میکنید اعداد در الگوی کد چند رقمی باشن. به عنوان مثال اگر عدد 3 باشه، اعداد در الگوی شما به صورت 3 رقمی ثبت میشن. مثلا اگه شما عدد 23 رو وارد کنید، سیستم با توجه به طول شمارنده وارد شده، عدد رو به صورت 023 ثبت میکنه. بعد از تکمیل فرم در انتها با زدن دکمه ذخیره، همونطور که میبینید الگوی کد شما ثبت میشه. برای ویرایش اطلاعات کد ثبت شده، بعد از انتخاب کد مورد نظر دکمه ویرایش رو کلیک کنید. بعد از اعمال تغییرات در این فرم، با زدن دکمه ذخیره، اطلاعات کد ویرایش میشه. برای حذف کد ثبت شده، باید ابتدا کد مورد نظر رو انتخاب کنید و دکمه حذف رو بزنید. بعد از اطمینان از حذف، با زدن دکمه بله، سطر انتخاب شده شما حذف میشه. خوب توضیحات مربوط به بخش الگوی کد به پایان رسید. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. با تشکر از توجه شما.